مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل‌های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می‌دانند. اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه‌های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یگان فعالیت جدی در مسئله نشان نداده. این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دوله ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند. و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد. این تحلیلگر تاجیک نظر دیگر دارد. سوریه 3-4 پارچه بود و بشار اسد نخواست با قوه های دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قوه های دموکراتی، با کرد ها دیگر، و تماما تنها ماند. اما از سرنگونی بشار اسد دیده برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی 374 شهروند تاجیکستان در ادلیب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟ اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نوی تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند. بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریر شام نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است. این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه بریم. ما متاسفانه یک رسالت های، یعنی که پیام های متقابله، یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها را با آنها مقاومت کنیم. اینها را ما باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش، 5 سال پیش که این حالت می بیاید به سر ما. هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.